نیروهای مرزبانی قرقیزستان خبر دادند که روز 24 مارس در دهه بارباردوق نویه لیلک ولایت بادکند در مرز این کشور با تاجیکستان باز یک تیرپرانی روی داده است. در جریان این حادثه به گروه ساکنان تاجیکستان میسر شده است که یک اتومات کلاشنیکوف و رادیو استانسیای مرزبان قرقیز را از دستش کشیده بگیرند. دهه بارباردوق با دهه خسته‌ورز نویه باباجان غفورов ولایت سوغد تاجیکستان هم مرز است. قشون‌های مرزبانی تاجیکستان این خبر را نیز تا حال شرح ندادند، ولی مرکز مطبوعات خدمات مرزبانی قرقیزستان گفت مرزبانان قرقیز در یک انبار ماشین پر از پلاستیک تمغه خونده پورت را پیدا کرده تصمیم گرفتند که برای بازپرسی آن را به زسته‌وی سرحدی برند. در راه راننده در نزدیکی جایی که 15 بیش شهروند تاجیکستان جمع شده بود ماشینش را منع کرده همانجا پرتافت و خودش گریخت. در این هنگام شهروندان تاجیکستان تلاش کردند که مرزبانان قرقیزستان را دستگیر کنند. سردار زسته‌وی ژنی ژیر مجبور شد به خاطر پیشگیری از بازداشت سربازان و غصب سلاح چند تیر آگاه کننده خالی کند. شهروندان تاجیکستان نتوانستند مرزبانان قرقیزستان را دستگیر کنند، ولی به آنها میسر شد که یک عدد اتومات کلاشنیکوف را به تیر و یک رادیو استانسیا را کشیده بگیرند. گفته می شود در خبر در پی این حادثه نمایندگان قشون‌های مرزبانی قرقیزستان در ولایت بادکند با نمایندگان قشون‌های مرزبانی تاجیکستان در ولایت سوغد توسط تلفن وارد مذاکره شدند. مرزبانان قرقیز میگویند در جریان مذاکره قرار شده است که به زودی ملاقات جانب‌ها صورت بگیرد و در جریان آن جانب تاجیکستان اتومات و رادیو استانسیا را برگرداند. جانب قرقیزستان میگوید وضع در مرز با تاجیکستان آرام است. نیروهای مرزبانی قرقیزستان قبلا خبر دادند که مرزبانان تاجیک روز 19 مارس سال 2022 یک مرزبان قرقیز را که در موضع صدای نویه لیلک هنگام تعقیب یک ماشین مرزشکن به منطقه‌ای که مرزبان‌های تاجیک از واحد مرزبانی غونچی نوبرداری می‌کردند گذشته بود لطوکوب کردند. قشون‌های مرزبانی تاجیکستان این خبر را نیز تا حال شرح نداده است، ولی مرکز مطبوعات خدمات مرزبانی قرقیزستان گفت مرزبان‌های تاجیک در جریان زنوزنی سر مرزبان قرقیز را زده کفاندند. با گذشت 30 سال از سقوط اتحاد شوروی از 970 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرقیزستان تا کنون تنها کمی بیشتر از 500 کیلومترش در قطعه‌های بحثی که اساساً در مرز تاجیکستان و قرقیزستان جایگیر شدند هر سر چند وقت بر اثر آب و زمین و چراگاه و راه مناقشه و رخ می‌دهند. خونین‌ترین مناقشه در این قسمت مرز در پایان ماه اپریل سال 2021 روی داد که در نتیجه آن از دو طرف 55 نفر کشته و 240 نفر زخمی شدند.